طالبان، روسیه و چین خطرهای بزرگی برای ناپدیدشوی و از خریطه گم شدن تاجیکستان هستند. یعنی معلوم نیست که ما صبح از خواب بیدار شدیم کشور ما تاجیکستان است یا افغانستان. کی میگوید که طالبان امروز برای ناپدید شدن و از بین رفتن تاجیکستان تهدید نمیکنند؟ درود و سلام خدمت همه شما همیاران عزیز و گرامی قدر. در این هفته در رسانه‌های تاجیکستان اخباری نشر شد که سید مومن یتیموف رئیس کمیته امنیتی دولتی ملی تاجیکستان با نمایندگان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به کشور افغانستان دیدار کرد و در آن کشور با حکومت طالبان دیدار و گفت و شنید کرد. دوستان و هموطنان عزیز و گرامی، بعد از آنکه حکومت طالبان افغانستان را تصرف کرد گرفت، ما پخش‌های مستقیم گوناگونی داشتیم و در اونجا از جبهه مقاومت ملی دفاع کردیم با نمایندگی احمدی مسعود و اونها را همچون ارزش ملی دانستیم و علاوه بر این بیانیه‌های از سامانه‌های مجازی گروه‌های مخالفان راجع به این نقطه نشر شده بود. حکومت دیکتاتوری امام علی رحمانوف نیز قاطعاً این کار را محکوم کرد و گفت که باید در افغانستان حکومت ملی و همه شمول به میان بیاید که تاجیکان که اکثریت مردم افغانستان هستند جزء این حکومت باشند. این روند تا امسال ادامه کرد و همه ساله حکومت امام علی رحمانوف همیشه میگفت و ادعا میکرد که تاجیکان آن طرف همو ارزش‌های ملی ما هستند و آنها باید در حکومت امروزه طالبان یک عده جای داشته باشند و حتما برای آنها جای داده شود. ما زیاد میگفتیم که حکومت امروزه تاجیکستان واقعا پشت پرده با حکومت طالبان همکاری میکند و برق را با اونها میفروشد، بازارها را باز کرده است و دهها کارهای پشت پرده میکند و این کارهایی که انجام داده میشود همش خواب پوشیدن است. و اما از دو جانب، از جانب طرفداران حکومت امام علی رحمانوف و از جانب طرفداران جبهه مقاومت ملی ما مورد تنقید قرار گرفتیم و آنها ادعا میکردند که تاجیکستان واقعا یک تصمیم درست گرفته است و علاوه بر این اعلام کرده شد که در این هفته سید مومن یتیموف سفر داشت و در این سفر رابطه به مسائل امنیتی صحبت کرد. یکی از مسائل مهم امنیتی مسئله مهم جبهه مقاومت ملی افغانستان حضورش در تاجیکستان و این چنین گروه‌های تندگرا و گروه‌های جهادی تاجیکستان که در افغانستان زندگی میکنند، علل خصوص گروه انصارالله. و موضوع دیگری که آنها صحبت کردند نمایندگان دو جانب کشور در کشورهای گوناگون بودند. بیشتری رسانه‌ها میگویند که یکی از نماینده‌های وزارت کارهای خارجه تاجیکستان که با همراه سید مومن یتیموف با افغانستان سفر کرده بود در اونجا ماند و برنگشت و علاوه بر این حکومت طالبان از سید مومن یتیموف خواسته است که نماینده حکومت طالبان را که اونها انتخاب میکنند در تاجیکستان رسما قبول کنند و بپذیرند و سفارت را و یا اینکه یک کنسولگرایی را به دست طالبان بسپارند. یادآور میشویم که در گذشته نیز کنسولگرایی افغانستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان اعلام کرده بود که از حکومت طالبان دستور میگیرد و دستورات را از اونجا عمل میکند، نه از سفارتی که بر تاجیکستان است و نماینده یک از جبهه مقاومت ملی دفاع میکند. حالا میخواهند که رسما این کار را اعلام بدارند. زیادی کارشناسان به این نظرند که حکومت تاجیکستان خیلی مجبور شده است. از این طرف حکومت فدراسیون روسیه که ارباب اصلی امام علی رحمانوف است اجبارش میکند که مثل حکومت ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان با طالبان صلح کند و در مسائل امنیتی صحبت کند. از این مسئله دیگری که یک روابط‌های مهمی که تاجیکستان دارد این چین است که مالکیت چین در تاجیکستان زیاده از 3.5 میلیارد است و این پول و این دارایی چین در تاجیکستان زیر سوال نرود. حکومت چین تاثیر گذاشته است بالای حکومت امام علی رحمانوف که با طالبان چیکار کند؟ همکاری کند. سبب اصلیش بدونید چی است که برای ارزش‌های ملی تاجیکستان ضربه زدن است. ببینید در قدم اول ازبکستان که در اونجا زیاده از 15 میلیون شهروند تا 15 میلیون تاجیک زندگی میکند که زیر هویت ملی اونها زیر سوال گرفته است، باز هم در قدم اول ازبکستان حکومتش
طالبان افغانستان را پذیرفت و علاوه بر این قرقیزستان همسایه ما که سالهاست با ما جنگ کند، یک منطقه ما را از خود کرده است و میخواهد که اون منطقه که از ما هست اون را انقلاب گرداند، اون هم چیکار کرد؟ گروه طالبان را از لیست تروریستی خود برداشت و اونها را یک حکومت رسمی در کوتاه‌ترین فرصت باید به رسمیت بشناسد و علاوه بر این قزاقستان این کار را هم انجام داد. حالا آنها منفعتی مهم در افغانستان ندارند مگر اینه که تاجیکستان یک منفعت خیلی مهم در افغانستان دارد که ارزش‌های ملی کشور ما و شماست. یعنی تاجیکانی در افغانستان هستند، ارزش ملی ما هستند، اونها هم زبان ما، هم میهن ما، تمام جزئیاتی که در اون طرف است با ما هست، اونها مشترکات بیشتری با ما دارند و در صورتی که تاجیکان افغانستان زیر حکومت طالبان بدرآیند و عقیده آنها را بپذیرد، این به ارزش ما خیلی خطر ایجاد میکند، زیرا هر لحظه‌ای که اگر طالبان بخواهند به تاجیکستان حمله کنند، از همین تاجیکانی که عین حال در اون طرف هم هستند استفاده میکنند که به تاجیکستان میآیند و با یک آسانترین فرصت چیکار میکنند؟ تاجیکستان که حمایه نظامی قوی و اینکه نظامیش قوی نیست میتونند تاجیکستان را تصرف کنند. بر اساس همین اون کشورهای دیگر خطری بیشتر ندارند، ولی تاجیکان و تاجیکستان یک کشور خرد است که خطر امنیتش از افغانستان خیلی زیاد است. حالا رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان برای دفاع از امنیت باشد، برای تلاش مرز و بوم این کشور باید اون طرف سفر کند و کوشش کند که مرز و بوم این کشور را دفاع کند و کوشش کند که از اون طرف به ما حمله نشود. برعکس به اون طرف می رود و تاجیکانی که 3 سال شد امید بخشیدن به حکومت تاجیکستان، به حکومت رحمانوف که برای آنها یک جبهه ایجاد میکند، برای آنها میز میدهد که آنها میتوانند یک مناطق یا اینکه همون مناطق تاجیک نشین از دست طالبان نجات بدهند و بر بگردند به وطن خودشون، آنها را چکار کنند؟ در مسائل یک گفت و شنید به اون طرف بفروشند. حالا گروه انصارالله آنها در اون طرف امو زیر سوال قرار گرفتند. چرا؟ چون وقتی که اگر این گفت و شنید بین حکومت طالبان و حکومت تاجیکستان به عمل برسد، اولین اقدام جبهه مقاومت ملی برچیده می شود از تاجیکستان و گروه انصارالله در اون طرف امو چیکار کرده می شود؟ از جانب طالبان یا برچیده می شود یا اینکه آنها را به تاجیکستان اخراج می کنند. این نقشه اولی است که صورت می گیرد. من از همینجا مراجعت می کنم با یکی از طرفداران و چاپلوسان قوی حکومت امامعلی رحمانوف که خودش از جبهه مقاومت ملی دفاع میکند، قاری عیسی محمدی. قاری عیسی محمدی، شما بارها و بارها برآمده در مقابل مخالفان حکومت امروزه امامعلی رحمانوف صحبت کردید، تعرض کردید، ما حرفی نزدیم، ولی امروز حرفی ما برای شما باید درک باشد، باید قبول کنید که اون حرفایی که ما برای شما میزدیم که حکومت امامعلی رحمانوف حکومتی است که از جانب روسیه و چین اداره کرده می شود و به یگان ارزش و مقدسات ملی ما و شما ارزش قائل نمی شود، آمده رسیدید و درک کردید که شما برای حکومت رحمانوف یک وسیله استفاده بودید و شما را استفاده کرد تا امروز و فردا برای ارزش‌های خود که از افغانستان اون کسانی که در اونجا در مقابل تاجیکستان جبهه کشیدن به مانند گروه انصارالله آنها را بازپس بگیرد و شما را بسپارد و شما را بازچین کند، از تاجیکستان خارج کند و همین طوری که اکثریت شما در اروپا قرار دارد و سالها فقط در همین اروپا قرار بگیرد و سر و صدا کرد و هیچ تأثیری نظامی در داخل افغانستان نداشته باشید و حتی توانایی داخل شدن وارد افغانستان راهی پیدا نکنید داخل افغانستان شد. چرا؟ چون حکومت تاجیکستان این راهی را که شما امیدش را داشتید میبندد. وقتی برای شما ما سالها خبر کردیم، گفتیم که برادران عزیز و گرامی قدر، شما بدانید به حکومت امامعلی رحمانوف اعتماد نکنید، ولی شما چکار کردید؟ بر این پیشنهاد ما توف کردید و این را نپذیرفتید و عاقبتش را دیدید که چی می شود. حالا برای شما باز میگم، قاری عیسی محمدی گوش کن، حالت شما در تاجیکستان بدتر می شود. حکومت رحمانوف وضعیت شما را تنگتر و تنگتر و تنگتر می کند، حتی به اون درجه خواهد رسید که حتی به پیستر احمدشاه مسعود هم احترام نخواهد گذاشت، یا اونه که ممنوع الخروج از تاجیکستان می کند و یا اینه که او را هیچ وقت اجازت نمیدهد که یک قدم به طرف افغانستان چکار کند، از زمین تاجیکستان استفاده کند، نه برای آشکاری نه برای پنهانی.
مگر نه مسئله فرودگاه نظامی عینی اون را وقتی که هند خواست استفاده ببرد برود به جبهه مقاومت ملی کمک کند که وارد افغانستان شوند، چرا او را به استفاده شما نداد؟ آیا این سوالها در ذهن شما نمیچرخد؟ آیا برای اینها شما پاسخ دارید؟ خود احمد مسعود در صحبتش با خراسانی، حمید خراسانی اگر اشتباه نکنم، چه حرفایی زد یادتون هست؟ از امنیت ملی و از رئیس کمیته امنیت ملی این تاجیکستان خیلی دفاع کرد و این کشور یک کشور اسلامی شمارید. در بخش امنیتی که خائنان ملی ما و شما در تاجیکستان در سر قدرت هستند، در این ما شک داریم. اکنون دیدید که به افغانستان سفر کرد، با طالبان گفتگو کرد و ارزش‌های ملی ما و شما را فروخت. برای شما با این اعتماد نیستید، با این عقیده نیستید که عقیده ما و شما، ارزش‌های ملی ما و شما یک است. اگر تاجیکان در اون طرف امو زیر سوال قرار بگیرند، ملتشان از بین برود، زبانشان را از دست بتیان، ما که در این طرف امو چی امیدی خواهیم کرد؟ با کی حکومت خواهیم کرد؟ یک تاجیکستانی که 6-7 میلیون دارد، از هر کجا برایش هر کس زبان درازی میکند؟ بر اساس همین وقتی که ما شما را میگوییم که فکر کنید، بندشید، به اینها امید نکنید، شاید هزارها چرخبالی که در اون تاجیکستان بود به طالبان سپاریدن. اون چرخبالها عین حال در کجا قرار دارند؟ هزارها نفرایی که تدریس کرده بودند در تاجیکستان قرار دادند، چرا آنها را به امریکا سپرد؟ هزارها پیلوت هایی که از شما بودند، آنها امروز در امریکا قرار دارند، چرا آنها را در تاجیکستان نگاه نداشت برایشان امنیتشان را تامین کند و امروز به دست جبهه مقاومت بسپارد؟ پس میدانید که به جبهه مقاومت و ارزش‌های ملی تاجیکستان هیچ احترام قائل نیست و شما باید به این اهمیت بدهید. برمیگردیم به موضوع خودمان. دوستان و هموطنان عزیز و گرامی، سفر سید مومن یتیموف خطرهای زیاد را برای تاجیکستان در پیش دارد. من در موضوع خطرهای تاجیکستان چند بار صحبت کردم و شما می توانید موضوعهای من را در کانال ببینید. اما یک از بخش‌های مهم و ارزش‌های مهم ما این تاجیکان هستند که در اون میتونن دفاعگری مرزبومی کشور ما باشند، مخصوصا افغانستان که تاجیکان در اونجا قرار دارند و اگر طالبان بخواهند به ما حمله کنند، اگر در اون طرف تاجیکا در سر قدرت باشند و حتی یا اینکه سهمگذار قدرت باشند، تهدید علیه کمتر کرده می شود. چرا؟ چون تاجیکان اجازت نمیدهند که به تاجیکستان حمله نظامی از جانب حکومت طالبان صورت بگیرد. بر اساس همین سفر سید مومن یتیموف بر اونجا که ما به شما جبهه مقاومت ملیه میسپاریم یا اینکه از تاجیکستان خارج میکنیم، برای آنها میز نمیتیم و شما برای مخالفان حکومت تاجیکستان از جمله گروه انصارالله جا و میز ندهید و یا اونها را به ما بسپارید، خطر خیلی بزرگی را ایجاد میکند. خود طالبان خودش یک خطری برای نابود شوی تاجیکستان است، برای تهدید از خریطه ناپدید شدن تاجیکستان است. کی میگوید که طالبان امروز برای ناپدید شدن و از بین رفتن تاجیکستان تهدید نمی کنند؟ شما یک نمونه مثالش را بیارید. امروز طالبان ادعاهای خلیفت اسلامی میکنند و وضع کردن کشور خود را در سر میپرورند. حکومت طالبان امروز این سرپرستی دارد، گارانتی وجود ندارد که فردا سرپرست در دست حقانیان نمیگذرد. شاخه دیگری نظامی طالبان که حمید خراسانی پشتیبانی از او میشد و هزار بارها ما را تهدید کرد که اگر برای ما اجازت داده شود در 24 ساعت ما تاجیکستان را میگیریم و در شهر دوشنبه قرار خواهیم گرفت. خود همین شاخه که یک شاخه نظامی پرقوت در نظام طالبان است که فردا یک تهدید بزرگی برای تاجیکستان خواهد بود. و اگر ما توانایی مرزبون رو دفاع کردن رو نداشته باشیم، فردا چیکار میکنن؟ از خریطه ما رو ناپدید میکنن و سرزمین ما رو همین گونه که یک ولایت افغانستان که یک ولایت تاجیک نشینش از تاجیکستان بزرگتر است، مثل آنها یک ولایت دیگر در همین جا در زیر نفوذ طالبان قرار خواهیم گرفت. از همین سبب سید مومن یتیموف امروز در پشت ایجاد کردن یک خطر برای ناپدید شوی تاجیکستان است و استقلال تاجیکستان است. و اگر چنین نباشد، چرا چنین سفرها آشکار کرده نمی شود؟ چرا سفرهای رسمی حکومتی وقتی به یک کشور دیگر میرن باید پشت پرده بمانند؟
چرا نماینده حکومت تاجیکستان از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در افغانستان همچون نماینده در اونجا گذاشته می شود و باز نمی گردد؟ این خود از گفتگو بین حکومت طالبان و حکومت تاجیکستان نیست؟ اگرچه حکومت طالبان در تاجیکستان همچون یک حکومت تروریستی، همچون یک گروه تروریستی و ممنوع اعلام کرده شده است. برای همین دوستان و هموطنان عزیز، وقتی که ما و شما برای خطرها صحبت کردیم، برنامه قبلی ما رو نگاه کنید. من در اینجا درباره 4 خطر صحبت کردم. طالبان، روسیه و چین خطرهای بزرگی برای ناپدید شوی و از خریطه گم شدن تاجیکستان هستند و این 3 خطری بزرگ برای کشور ما و شما امروز نقشه بزرگی کشیدن و تاجیکستان را مجبور کردن که باید با این خطری که یعنی با یک چاهی که خود را بیا بپری باید با اون چاه بروی و تاجیکستان را مجبور کرده که وارد اون دروازه و نزدیک با اون دروازه چاه شود که همون دروازه را که باز کردی وارد اون چاه می‌بودی. یعنی امروز چین و روسیه تاجیکستان را مجبور می‌سازند تا با حکومت طالبان همکاری کند و از خط سیاه طالبان را بگیرد و طالبان را جبهه مقاومت ملی را به اونها بسپارد و نمایندگی اونها را قبول کند و چند گروه و چند اشخاصی که از تاجیکان در اون طرف امو سلاح به دستند و میخوان تاجیکستان را به اصطلاح خودشون آزاد کنند و اونها را بگیرند و همین طریق چند مدت 1 سال 2 سال که تاجیکستان زیر امنیت قرار بگیرد و بعدا اون گارانتی وجود ندارد که طالبان با وعده‌ای که میدن اجرا میکنن یا اینکه بعدا وعدهشون را چی میکنن؟ میان با کشوری ما و شما حمله میکنن و کشوری ما و شما رو میگیرن. برای همین همدیاران و هموطنان عزیز، سید مومن یتیموف خائن ملی تاجیکستان، امنیت ملی تاجیکستان اکنون کارهای و فعالیت‌هایش را به دستور خائن بزرگ تاجیکستان محمد رحمانوف شروع کرد و اکنون سفر رسمیش را به کشور افغانستان به حکومت تروریستی طالبان انجام داد و در اونجا رفت گفت و شنید کرد و کار انجام داد که آینده برای تاجیکستان یک خطر بزرگی را به میان گذاشت و ارزش‌های ملی را زیر پا گذاشت و هیچ دلیلی وجود ندارد که آینده ما و شما در تاجیکستان فردا چشمانمون را از خواب بالا میشیم حضور پیدا میکنیم یا که در کشور افغانستان. یعنی معلوم نیست که ما صبح از خواب بیدار شدیم کشور ما تاجیکستان است یا افغانستان. این امنیت و این خطر واقعا برای ما و شما تهدید میکند و من این حال بازم میگم که فردا و پس فردایی میشود که شما میبینید همین زینه به زینه حکومت امروزه طالبان که چشم مردم به خواب میپوشد که ما از جبهه مقاومت ملی و از تاجیکان دفاع میکنیم، میبینید که آهسته آهسته نمایندگی را به طالبان میسپارد، آهسته آهسته جبهه مقاومت ملی را از بین میبرد و آهسته آهسته مرزها را به افغانستان باز میکند و آهسته آهسته طالبان را اجازه میدهد که بیاد در داخل تاجیکستان فعالیت کار کنند و این گونه کارها ادامه خواهد پیدا کرد و شما این چیز را منتظر باشید. باقی شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.